فراخوان تظاهر کنندگان عراقی به دبیر کل ملل متحد برای برکناری کوبلر. سخنگوی متحسنان موسل: میلیون ها امضا علیه عدم بی‌طرفی کوبلر و لزوم برکناری او گردآوری می‌کنیم. قائم العابد، سخنگوی تظاهر کنندگان و متحسنان در میدان احرار موسل، مرکز استان نینوای عراق، اعلام کرد که متحسنین از روز شنبه شروع به جمع‌آوری امضای توماری خواهند کرد که در آن از دبیر کل سازمان ملل بان کی مون می‌خواهند نماینده خود در عراق مارتین کوبلر را به دلیل عدم بی‌طرفی به ویژه در رابطه با تظاهرات مردمی در عراق را برکنار کند و جایگزین سازد. قائم عابد افزود: جمع آوری امضاها که بالغ بر میلیون ها امضا خواهد شد در سایر استان‌های عراق نیز صورت خواهد گرفت. تلویزیون التغییر عراق ضمن اعلام این خبر گفت: اکثریت مردم عراق نماینده دبیر کل سازمان ملل مارتین کوبلر را به عدم بی‌طرفی و جانبداری از حکومت مالکی به ویژه در رابطه با موضوع زندانیان شکنجه شده در زندان‌های حکومت و اعتراضاتی که بیش از 2 ماه است عراق را فرا گرفته است متهم می‌کنند.